خاطره جالبی است. صاحب یک 3 سال پیشتر همین جر پاک میکردیم. یکی از کارمندای ما بیادر همین بیل خود که پیش کرد همین بین جر افتاد. در بین جر افتاد دیگه بیادر که بندی والا میدن که بکشندش گمره در قسم من باشه همین بیل من همانه که بیل من نبره. دوستان عزیز میفهمین که نظافت و پاکی جزء از اجزای مهم ایمان است. در بس از موارد ما یک قوطی پپسی یا یک چیز ناپاک بر روی سرک یا داخل جوچه ها مندازیم، ولی اینا متاسفانه امو بهایش اینا میدن و بسیار وضعیت شاقه اینا جویا را پاک میکنن، حتی کسایی که مشکلات خانوادگی اقتصادی نیست دارد. بین با یک تعداد از اینا صحبت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین کاکو؟ مرسی جورسی بخیر. زنده باشین. و علیکم السلام. خوب هستین؟ وضعیت اینجا خیلی خراب است. بسیار همینجا کمک کار داشته و زحمت خدا میکشیم دیگه. خدا کمک کنه. شما چطور؟ پختو غږی فارسی کدام گپ؟ سلام علیکم جان. زنده باشید. بخیر. ایره که باز پاک میکنن این دوستای ما شاید چند روز بوی از ایبان در لباس. والله دیگه فرض است بالای ما. بوی خو حتمانی میمونه. یعنی یک خاطره جالب کی از این همی جوی پاکی داره؟ کس افتاده باشه در داخل جای دارین؟ خاطره جالبی است. صاحب یک 3 سال پیشتر همین جر پاک میکردیم. یکی از کارمندای ما بیادر همین بیل خود که پیش کرد همین بین جر افتاد. در بین جر افتاد دیگه بیادر که بندی والا میدن که بکشندش گمره در قسم من باشه همین بیل من همانه که بیل من نبره. بسیار جالب. پال کس که تان غیر از اینکه ماش میتونه دولت کمک کنه؟ نه صاحب نه خیر. این همین ماش است. شکر گزار هستیم همین رزق حلال پیدا میکنیم. ما را میکنه بیادر همین ماش هم ایله به ایله 20 روز ما را میرساند. قوت الله یموت کرده دیگه. بعد از او باز خدا از غیب یک چاره مقصد یک پرده میکنیم صاحب دیگه. خب همین دوستان میشه که در گرد این همی جمع شوند؟ لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سواك. أمتي يقولها لنا يوم القيامة.